لقب خوشبخت ترین مردم دنیا رو باید به مردم این کشور داد، چون توی این کشور مردم ماهی 80 میلیون تومان یارانه میگیرن و یک کارگر ساده حداقل ماهی 300 میلیون تومان درآمدشه. واسه همینه که خیلی‌ها از ایران و افغانستان و پاکستان واسه کار میرن توی این کشور. این کشور یکی از کوچکترین کشورهای دنیاست و اگه بخوای کل کشور رو با ماشین بگردی فقط 4 ساعت زمان میبره. ولی دولت انقدر ثروتمنده که مردمش مرفه ترین مردم دنیا. پادشاه این کشور هم معتقده پول نفت باید بین مردم تقسیم بشه، به خاطر همین دولت به مردم حقوق ماهیانه میده. تو این کشور آموزش، آب، برق، گاز و درمان کاملا رایگانه و خبری از مالیات هم نیست. حتی هزینه ازدواج شهروندان رو هم دولت میده. این کشور کویته که دولتش همه جوره از مردمش حمایت میکنه. به خاطر همین خیلی از کویتی‌ها اصلا کار نمیکنن، چون یه منبع درآمد مشخص دارن. حالا اگه دوست داری توی این کشور زندگی کنی، لایک کن و بگو به نظرت بهترین کشور دنیا کجاست؟